گاهی اوقات ممکنه وراث مطلع نباشند از اینکه دقیقاً چه اموالی از متوفی بهشون به ارث رسیده. توی این ویدیو راهکار قانونی این موضوع رو بهتون خواهم گفت. اولین اقدام ضروری دریافت گواهی انحصار ورثه از طریق شورای حل اختلاف هست. تو این گواهی تعداد وراث و قدر و سهم هر کدام از ورثه مشخص خواهد شد. بعد از دریافت گواهی انحصار وراثت، قدم بعدی برای آگاهی از اموال متوفی تقدیم دادخواست تحریر ترکه به شورای حل اختلافه. با طرح این دادخواست شورا استعلامات لازم رو که مثلا یک مورد اون استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک هست براتون انجام میده و مشخص میکنه که متوفی چه اموالی به نامش داره. دقت داشته باشید که شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت متوفی صلاحیت رسیدگی به این موارد رو داره، نه هر شورای حل اختلافی در هر شهری.